به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز، ما شما امروز باز هم طریقه کانفیگ کردنی تو شبکه لان را با هم دیگر که بتونن اطلاعات را در میان خود رد بدل بکنن چی میکنیم؟ میخوایم که کار بکنیم ایره با استفاده از آی پی راوت. ببینید دوستان، در ویدیو قبلی که ما شما کار کردیم، در ویدیو قبلی از طریق راوتر ریب بود و امروز میخوایم از طریق آی پی راوت کار بکنیم. ببینید دوستان، ما شما امو شبکه‌ای که قبلا ساختیم را او شبکه را من طور دیگه تنظیم کردم، مثلا منزل 2 کامپیوتر ساینس و منزل اول کامپیوتر ساینس. به این شکل تنظیم کردم، هیچ مشکلی نداره. فقط وصل کردن کامپیوتر با سویچ و راوتر با سویچ و راوتر با راوتر خب در ویدیو قبلی هم گفتیم و وصل کردیم و خودتا هم میدونین که چه رقم وصل میشه. فقط من میخوایم که همه قدر بر شما بگویم که چگونه ما شما از طریق آی پی راوت میتونیم دو شبکه لان با هم وصل بکنیم که تبادل اطلاعات میان اینا چی بکنه صورت بگیره. ما شما وارد چی میشیم؟ وارد راوتر خود میشیم، در بخش سیلای میاییم. در اینجا در بخش کانفیگریشن که آمدین شما میگن آی پی راوت. ببینید دوستان، ما شما در اینی راوتر اولی قرار داریم، میخوایم در شبکه دومی ما وصل شویم. پس اینی آی پی اینمی شبکه دومی مانه. البته نتورک آیدیش برای ازی میتیم که اینجا نتورک آیده و سبنید مسکرم ماندم. خب در اینجا 192.168.2.0 با سبنید مسک 255.255.255.0 با حال مسیری میان راوتر و راوتر با این میتیم اینمی راوتری دومی رو باش میتیم. پس میگیم 10.0.0.2 انتر. بعد از اینجا چی میکنیم؟ بیرون میشیم و میایم در اینی راوتر خود. در این راوتر همچنان چی میکنیم؟ در بخش کانفیگ که آمدیم ما شما در اینجا میگیم آی پی راوت. بعد امو چی رو میتیم؟ 192.168.1.0 با سبنید مسک 255.255.255.0 و همچنان مسیری که میانی دو راوتر با بیزی هم چنان میتیم 10.0.0.1 ایره انتر میگویم و تمام. فقط اینمی آی پی راوت اینمی میباشه. خب ولی اگه بخوایم که از اینجا یک پاکیت رو در این شبکه لان ما بفرستیم، میایم بالای یک پاکیت کلیک میکنیم، از اینجا کامپیوتر دومی شبکه منزل دوم ما میفرستیم در منزل در کامپیوتر دومی منزل اولی اینجا میفرستیم. ببینید دوستان سکسسفولی انجام میشه. اگر بخوایم که از اینی به کامپیوتر روان بکنیم، همچنان در ابتدا فیل میشه و دوباره که ما شما روان بکنیم ایره سکسسفولی چی میشه؟ انجام میشه. خب ببینیم دوستان، این بار اجرا میکنیم. از این میخوایم که دینی روان بکنیم، بعد در سیمولیشن میاییم، ایره من کمی سرعتش بالا میبرم و ایره اجرا میکنم. ببینیم که چی اتفاق میفته. در اینجا میایید در ای راوتر، همچنان میایید در ای راوتر رو پس ریپلای میکنی ایره شبکه اولی ما. و اینجا هم این قبول میکنه، تیک میخوره. اینی طریقه آی پی راوت بود که ما شما کار کردیم و همه کار آی پی راوت هم همه قدر. فقط آی پی راوت و آی پی نتورک آیدی شبکه دیگه ما رو دازو میتیم و مسیر را هم برای ازو انتخاب میکنیم. فقط همه قدر. امیدوارم که فهمیده باشیم. خدا نگهدارتون.